موشکی رو در خلیج فارس برای اولین بار استفاده کردیم که برد آن به طول خلیج فارس. یعنی چقدر؟ یعنی به طول خلیج فارس. یعنی در واقع بیش از طول خلیج فارس. بیش از طول خلیج فارس. حالا برن تحقیق کنن چقدر خلیج فارس طوله. یعنی هر جای خلیج فارس هدفی داشته باشیم. شما خلیج فارس 1375 کیلومتر بیش از طول خلیج فارس. ما این موشک رو الحمدلله در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم. این موشک قابلیت‌های منحصر به فردی داره، قادر هست بعد از شلیک فرمانپذیره، فرمان میگیره. مردم ایران بدونن ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم. بی تعارف اگر بخوان تعدی کنن به داشته های این ملت، به آن چیزی که شهدا به دست ما دادن، منافع کشور ما رو تعدی کنن، قطعا تو دهنی میخورن. जब अपनी हिफाजत की हो बात तो एक जरूरी बात रखना याद कि अपनी हिफाजत के लिए अपनी ही होनी चाहिए आंख और होने चाहिए अपने ही हाथ। हिफाजत का हमारा ख्याल अमन का है, मां जैसे बड़े मन का है। हो आसमां, जमीन या हो समंदर, हर तरह की हिफाजत मिलती है इसके दामन के अंदर। हिफाजत की हिफाजत में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस।